بینندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری تلویزیونی آسیای مرکزی. سرحد مهمترین خبرهای امروز. در خانه مادر عمرعلی ستم گلاویروس پیدا نشد. تهیه رویخط نام‌ها برای طفلان نوزاد تاجیک. معروضه سیراجدین اسلم در اجلاسی شورای وزیران کارهای خارجی ساحه. رئیس شورای وها 90% مطبوعات دوری با بحران مواجه شده است. حکومت افغانستان از مرگ پیشروی حرکت طالبان خبر داد. درباره بابک زنجانی فیلمی در سطح سینمای هالیوود تهیه می‌کنند. در خانه زرینه یونوسوف و مادر عمرعلی نظروی 5 ماهه ففتیده ستم گلاویروس که گویا به مرگ کودک او باعث گردیده باشد پیدا نشد. در این باره به آسیا پلوس مقدس عبدالرحمنووا ادوکات زرینه یونوسوف خبر داد. به گفته او این نتیجه بعد تشخیص خون زرینه که از جانب کارشناسان محلی در دوشنبه گذرانیده شد آشکار شدند. قابل ذکر است که در روز پیش زرینه یونوسوف به ویکی‌دی تاجیکستان دعوت شده در آنجا بیانات نوشت و برای تشخیص از خون گرفته شد. عبدالرحمنووا میگوید در ویکی‌دی وعده دادند که عریضه یونوسوف را به همتاهای روسیگی خود جهت بررسی منبع میفرستند. در دوشنبه عاید به این حادثه پرونده باز نمی شود، زیرا چنین پرونده در روسیه الکی مورد تفتیش قرار دارد. در همین حال بنا به اطلاع رادیو آزادی رستم نظرов پدر عمرعلی نظرov در پرونده مرگ پسرش رسما به حیث جبردیده اعتراف شده است. در این باره مقامات کمیته تفتیشاتی سنت پترزبورگ 3 دکبر به رسانه‌ها خبر دادند. همچنین میباید گفت قبلا جریان تفتیشاتی مرگ عمرعلی 5 ماهه از تاجیکستان در شهر سنت پترزبورگ روسیه تحت نظارت شورای فدراسیای این کشور قرار گرفت. سود شهر سنت پترزبورگ روز 12 نوامبر عریضه شکایتی مادر عمرعلی نظروی 5 ماهه از بالای قرار خارج کردن او از قلمرو روسیه را رد کرده. زرینه آخر ماه نوامبر با جسد پسرش از روسیه به تاجیکستان آمد. تهیه رویخط نام‌ها برای طفلان نوزاد تاجیک. کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت در همدستی با اکادمی علم‌های تاجیکستان رویخط یگانه نام‌های تاجیکی را مورد تهیه قرار دادند. بعد مورد عمل قرار گرفتن تغییرات و علاوه‌ها به قانون درباره بقیه‌گیری دولتی اسناد حالت شهروندی، حکومت نیز رویخط را قبول می‌کند. از مطابق این رویخط و بیرون رفتن از چارچوب آن شهروندان تاجیکستان موظف می‌شوند و طفلان نوزاد خود نامگذاری کنند. شماره ها در رویخط الان صحیحاً معلوم نیست، ولی منبع از احتمال دو نمی‌داند که از پیش از 3000 تشکیل خواهد داد. در همین حال به شهروندان ملت غیر تاجیک در جمهوری حقوق داده می شود که مطابق عنعنه‌های ملی خودشان برای طفلانشان نام انتخاب کنند. باعث ذکر است که در شعبه ثبت اسناد حالت شهروندی کشور مدت طولانی است که کتابچه نام‌های تاجیکی برای کودکان موجود است و کارمندان شعبه به والدان کودک انتخاب نام از آنها پیشنهاد می‌کنند، ولی این ترتیب تنها خصوصیت توصیوی دارد. اکنون شهروندان هده‌دار می‌شوند که طفلانشان را تنها مطابق نام‌های در رویخط ذکر شده نامگذاری کنند. نسبت شخصانی که در نام و نسبشان ریشه‌های تاجیکی وجود ندارند در وزارت عدلیه قید کردند که اگر خود آنها خواستار عوض نام و نسبشان نباشند هیچ کسی آنها را به این کار مجبور نمی‌کند. همچنین خاطررسان شد که چنین قانون حلقه کیهاست که در استونیا، دانیا و شویتسیا قبول شده در روسیه الان مورد تهیه قرار دارد. یادداشت می‌کنیم که سنه 3 نوامبر پالاتای پایانی پارلمان جمهوری با آموزش تغییرات و علاوه‌های پیشنهاد شده از جانب حکومت به قانون درباره بقیه‌گیری دولتی اسناد حالت شهروندی شروع نمود. معروضه سیراجدین اسلم در اجلاسی شورای وزیران کارهای خارجی ساحه، وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سیراجدین اسلم در نشست پلنری اجلاسی 22 شورای وزیران کارهای خارجی سازمان امنیت و همکاری در اروپا که در شهر بلگراد جمهوری سربیا 3 دکبر سال 2015 آغاز گردید اشتراک و سخنرانی نمود. بنا به اطلاع وزارت کارهای خارجی جمهوری ضمن سخنرانی در اجلاسی اسلم موقع تاجیکستان را راجع به نقطه مبرم روزنامه ساحه از نقش سازمان در حل قضیه اوکراین، مسائل مربوط به اصلاحات نهادهای ساحه، ضرورت تلاش‌های مشترک کشورهای شرکت کننده ساحه در مبارزه با تروریسم، گردش غیرقانونی مواد مخدر، اسلحه و آدمان، تحکیم امنیت در افغانستان، اینچنین راه‌اندازی مکالمه برابر میان کشورهای شرکت کننده ساحه عبارت نمود.
قابل ذکر است که یک روز پیش از آغاز این اجلاسیه دوم دکبر سال 2015 در پاریژ سیروژین اسلوف در چهاربینی سطح بلند یونسکو در موضوع آب مردم و همکاری 50 سالی برنامه‌های مربوط به آب یونسکو برای رشد استوار که از جانب یونسکو در چهارچوب کنفرانس طرف‌های کنونسیون سیغوی سازمان ملل متحد راجع به تغییریابی اقلیم برگزار گردید شرکت کرده بود. بنا به اطلاع وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی در این چهاربینی سیروژین اسلوف شرکت فعالانه ساختارهای یونسکو را در تهیه تطبیق و ارزیابی اقدامات جهانی تاجیکستان از قبیل سال بین المللی آب تازه 2013 سال بین المللی همکاری در ساحه آب 2013 و 10 ساله بین المللی عمل آب برای حیات 2005-2015 تاکید کرد. گفته می شود سیروژین اسلوف از نهادهای داخلداری سازمان ملل متحد به ویژه یونسکو و برنامه‌های مربوط به آب آن دعوت کرد که همکاری را با حکومت تاجیکستان جهت تهیه و تطبیق 10 ساله نوی بین المللی عمل آب برای رشد استوار که از جانب پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در فروم هفتم جهانی آب ماه اپریل سال 2015 پیشنهاد گردیده بود ادامه بخشند. سفیران نو کشور به امامعلی رحمان اعتمادنامه می سپارند. روز 10 دکبر در دوشنبه مراسم با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان سپردن اعتمادنامه های سفیران یک قطار کشورها دایر می گردد. بنا به اطلاع وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان در این مراسم سفیران جمهوری مردمی چین، جمهوری هندوستان، جمهوری لاتویا، جمهوری لیتوا، شایگردی اسپانیا، جمهوری خلقی دموکراتیای الجزایر، جمهوری توگو، جمهوری گوینه و جمهوری فیلیپین و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اعتمادنامه می سپارند. رئیس شورای و 90% مطبوعات دوری با بحران مواجه شده است. نوریدین قرشبویف رئیس شورای وسایط اخباری عامه تاجیکستان میگوید 90% مطبوعات دوری کشور با بحران مواجه شده است. او این نکته را امروز 4 دکبر اثنای سخنرانی در جلسه سالانه شورای و ذکر نمود. به قول آقای قرشبویف تعداد نشر اکثر جریده ها از 30 تا 40% کاهش یافته است. رئیس شورای و تاثیر بحران مالی مشکل در پنگ کردن نشریه ها و کمرنگ بودن بازار رکلام در تاجیکستان را دلایل اصلی این مشکل خواند. سازمان جمعیتی میدیا کنسالتینگ اخیراً در پی یک نظرسنجی اعلام کرد بحران مالی و خودسانسوری به بازار مطبوعات در تاجیکستان ضربه زده. نشریه‌ها 50% خواننده‌های فعال خود را از دست دادند. حکومت افغانستان از مرگ پیشوای حرکت طالبان خبر داد. رهبر حرکت افراطگرای طالبان در افغانستان ملا اختر محمد منصور بر اثر جراحت که روز چهارشنبه هنگام تیرپرانی با جنگیان دیگر برداشته بود هلاک گردید. در این باره امید خاور با استناد به آگنسی اطلاعات سینخوا خبر می‌دهد. گفته می شود اطلاع مذکور نمایندگان حکومت رسمی افغانستان تصدیق کردند. منصور روز چهارشنبه در جریان تیرپرانی پس از بحث شدید با دیگر رهبران این حرکت افراطی زخمی جدی برداشت. گفتند نمایندگان حکومت این کشور. یادرس می شود که ملا اختر محمد منصور حرکت افراطی طالبان را در افغانستان از آخر ماه یول رهبری میکرد. او در این مقام اساسگذار این حرکت ملا محمد عمر را که وفات کرد عوض نمود. تفریقی سینخوا ذکر کرده است پس از رهبری حرکت انتخاب شدن منصور طالبان به دو گروه تقسیم شدند. بازداشت قاچاقبر نوبتی افغان در مرز. شب دوم به 3 دکبر خدمتچیان حربی قشون‌های سرحدی کدام تاجیکستان در ولایت مختار کوهستانی بدخشان همراه با کارمندان ریاست کدام در ولایت مختار کوهستانی بدخشان در یکی از قطعه‌های مرز دسته سرحدبانی خاروخ شهروند 20 ساله ولسوالی شغنانی افغانستان امان الله ولد عبدالله را ضمن عبور غیرقانونی مرز دستگیر کردند. کاتب مطبوعاتی سرریاست قشون‌های سرحدی کدام تاجیکستان محمد جایف به ازیا پلیوس در این رابطه اطلاع داد که از بازداشت شده 6 کیلو مواد مخدر حشیش دریافت و مصادره شده است. ضمناً ذکر گردید که نسبت شهروند کشور همسایه از روی دلیل عبور غیرقانونی مرز دولتی پرونده جنایی باز شده تفتیشات جریان دارد. درباره بابک زنجانی فیلمی در سطح سینمای هالیوود تهیه میکنند. اردشیر احمدی یک کارگردان ایرانی تبار مقیم کانادا گفته است در حال ساختن فیلمی درباره زندگی بابک زنجانی میلیاردر بازداشت شده در ایران است. این کارگردان گفته صفت فیلم در حد فیلم‌های هالیوود خواهد بود. اردشیر احمدی درباره فیلم خود چنین گفته است داستان این فیلم در ارتباط با شخص باهوش است که با سخت‌کوشی و مدیریت هیچ و هیچ چیز و همه چیز میرسد اما در ته را دشمنان پیدا میکنند
که سرانجام به همین خاطر به دردسر میافتد. او علاوه کرده که این فیلم در حال ساخت اول اختلاس نام داشته، اما با تازگی به اشتباس تغییری نام کرد که همچنین بر وزن اختلاس می باشد. احمدی متاکد کرده است گاهی اختلاس اتفاق نمی افتد و همه چیز اشتباه است. بابک زنجانی از سرمایه‌داران ایرانی است که شرکت‌های کانت گروپ تاجیکستان، ایژن اکسپرس ترمینال، ایژن اکسپرس ایرلاین و کانت توریسم تاجیکستان در تاجیکستان به نسبت داده می شود. از او به عنوان دوست برخی منصبداران تاجیک هم نام می بردند. زنجانی 30 دکبر سال 2013 در ایران بازداشت و بعدا به زندان اوین این کشور انتقال یافت. او 31 اکتبر هنگام مرافعه دادگاهیش در شعبه 15 دادگاه انقلابی ایران حضور داشته است. در تاجیکستان دستگاه پرقوت الکترونی دارد که پلیس تاجیک از آن استفاده میبرد. بعدا این میلیاردر ایرانی در مرافعه 2 نوامبر ادعا کرد که در تاجیکستان سیتی سنتر دارد که میتواند به عوض قرضایش به شرکت نفتی انکا دهد. اما غلام حسین صادقی وکیل مدافع شرکت نفتی انکا که بابک زنجانی از آن 1 میلیارد و 427 میلیون و 500 هزار یورو قرضدار است، ادعای او را رد کرد. این وکیل مدافع اظهار داشته سیتی سنتر که زنجانی ادعا کرده بود در تاجیکستان دارد یک تکه زمین کنده شده است. بینندگان گرامی، این بود چه خبرهای امروز که برایتان پیشکش نمودیم. سعادتمند و پیروز باشید. خدا حافظ.